ترگوت گوش که برات چی میگم. میفهمی بعضی ها خبر دارن که بیادرت تو از بین بردی. اگه چنارو را پیدا کنه باز از همه چیز خبر میشه. و راز را که در این مدت از همه پنهان کردیم باز همگی خبر خواد شد. درباره چی گپ میزنی هروز؟ باز از ترگوت چی میخوایی؟ چی میخوایم مادر جان؟ فقط برش میگفتم که من زیاد کار دارم تو وقت من نگی. ترگوت مامای بزرگ گفته که امشب باید پیشش بری و دستایش ببوسی. بسیار بد است، 1 دقیقه پیشش برو. کدام وقت دیگه پیشش میرم مادر؟ من امشب به استانبول برمیگردم. چرا عجله داری؟ کدام کار عاجل خو نداری؟ دی وقت شب چرا اونجا میری؟ از شرکت زنگ زده بودن، باید خدا به جلسه فردا برسونم. اگر مهم نمی بود نمیرفتم، اما موضوع کاری است، نباید دستکم بگیریم. به هر صورت باید آماده شوم که سر وقت برسونم. با اجازه. آها، بچه طرف پدر میره دیگه. او همیشه متوجه خانم و اولادهای خود بود، متوجه ما بود، اما هیچ اثری از او در وجود تو دیده نمیشه. تمام فکر طرف کار و بار است و بس. مادر قسم نکن، بیا از او خودم بسیار درد سر دارم. مادر چرا قسم میگین؟ ترگوتان به خاطر خانواده و اولادای خود زحمت میکشه و به خاطر که رزق روزیشان تامین کنه شب روز کار میکنه. تو به کار خود برس. این کار تنها به گفتن نمیشه. یک کار تا حال خلاص کده نتانستی. اگه فیدان بی بود با سال 1000 نفر نان میدن. خداوندا 1000 بار شکرت که این روزان برام نشان دادی. خدایا بودن با اولادای من نصیبم بگردان. ده این مدت بدون تو دیگه هیچ کسی را نداشتم. با لطف و مرحمت تو 20 سال زندان تاریکه در روشنی فضل تو سپری کردم. خدایا تو هیچ مادر را از اولادش دور نگاه نمی کنی. برم صبر بده که روزارم تحمل کنم. برای هر چی زودتر به اولادم برسان پروردگارا. آمین. در خانه هستم زحل، عالم ابراهیم. تو فقط متوجه چنار باش، من متوجه کل چیز می باشم. درست است، یک کاری میکنم. البته که زنگ میزنن، تشویش نکو، پیش از چنار ما او احمقه پیدا میکنیم. درست است زحل جان، بیا از او اسمام همیال پیش ما است. برش میگم دل جمع باشه. درست است. خانم کاکایت میگه که چه وقت کارت شروع میکنی؟ میگه که رخصتی های زیاد شد. چه وقت آمدین کاکا جان؟ از آمدنتان خبر نشده. از شرکت زنگ زده بودن، مجبور شدم تا صبح خدا برسانم. خانم کاکایتم امروز میایه. مادر کلانم چطور بود؟ خوب بود دخترم، همه تان سلام میگفت. امسالم قبر پدرم زیارت کردن نتانستیم کاکا.
انشالله سال آینده وقتش که برسه باز ما براتون احوال میتم. خواهرها و بیادرها کلتان باز برین. ها کم مانده بود فراموش کنم. دخترم انشالله که قرارداد کار جدیدی تبای قلم امضا خواد کردی. کار کردن با اپک زیاد به تعویق ننداز جانم. قلب خانم کاکایت نشکنن. درسته است؟ کاکا ما میخوایم براتون یک چیزی بگویم. صبح بخیر کاکا. صبح بخیر چتن. شما آمدین؟ میخواستم بگویم از شوربایی که خوش دارین شب براتون آماده کنم. چتنم زیاد خوش داره. پخته کو. نه چتن؟ بله بله. کاکا اگه کدام کار ندارین من باید برم چون سرم نوقت میشه. قدرت کجاست؟ دانشگاه رفته؟ نه خیر دخانه است. در این وقت روز دخانه چی میکنه؟ بازم صبح خانه آمده. چتن ما او بیاده و تو تسلیم نکرده بودم. بچه ما برات نگفته بودم که متوجهش باشی؟ برم گفت که دانشگاه رخصت است. تو هم باور کرد. امرای ما بیا. ای چی وضعیت است؟ تمام شب در کجا بودی؟ صبح تو هم بخیر پدر جان. صبح بخیر چی؟ یک دفعه ببین که چند بجه است. بچه تو درس نداری؟ میرفتم. یعنی چی که میرفتم؟ تا حال چرا خواب شده نرفتی؟ پدر گفتم که میخواستم برم. دروغ نگو. فکر میکنی من تو رو نمیشناسم؟ احمق تو چی وقت آدم خود شدی؟ اشتباه از من است. اگه وقت تو را محافظ دخترم میساختم باز میفهمیدی. اما با مادر دعا کن. آی پدر در این صبح وقت چقدر پر انرژی هستی. فقط به خاطر یک روز چقدر سرم گپ زدی. حالا دیگه ایره بپوش. زود طرف دانشگاه میری. فکر نکنی که از غیر حاضری‌هایت خبر ندارم. از همین لحظه به بعد چتن تو را به پانتون میرسان. بعد شام پشتت میایم. از این حالت خود بشن. این بچه را ببین. نه پدر داره و نه مادر. اما ببین خدا به کجا رسانده. اما تو همه چیز داری. همه چیز. این وضعیت طبیعی. تو حتی به ناخونی بچه هم رسیده نمیتونی. حالا زود باش به خیز شاور بگی. اگر نی تمرین وقت میشه. اطاعت میشه چتن بیادر. اینجا بسیار دور بوده. تو امرای ما آمده نمیتونی چنار. اگه ترگوت بفهمه که تو را امرای ما آوردیم مرا خود کشت. اگه جانمام در خطر باشه بازم میخوایم ببینمشان. انشالله او روزم خاط رسید. اما حال خوب نیست که تو را ببینن. در ضمن چند بار برات بگویم اونا فکر میکنن که تو مردی. وقت خلیل پیدا کنیم همه چیز معلوم میشه. وقت میفهمن که سر مادرشان تهمت شده. انشالله جانم. من امشب تو را به یک هتل میبرم. باز فردا صبح هر کاری که لازم بود در دیما انجام میدی. خدا من ازت راضی باشه زهر. حالا دیگه بریم زود باش. سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید. ما کسی را میپالیدیم. گفتن اینجا کار میکنه. کی را کار دارین؟ خلیل یلماز. همسن سال ماست. از ملاتیا به اینجا آمده. والا آقا
در اینجا صدها کارگر میآید و میره. بسیاریشان کار کردن نمیتونن و بر میگردن. شما او را چی کار داشتین؟ دوست نزدیک پدرم وفات کرده. همین دیروز او را دفن کردیم. وصیت کرده که او را پیدا کنیم. برایش کدام امانتی مانده او را باید بتونید. زندگی سرتان باشه. کاش میتونستم کمکتان کنم. آقای ترگود، چند قهوه‌خانه دیگه هم در سرک است. بریم اونا را ببینیم. درست است، میبینیم. روز خوش. زنده باشه. ما یک دفعه خانه میرم پس میاییم. تا او وقت تو در اینجا منتظر باش. درست است؟ نخش. بگی حتما ضرورتت میشه. به کدام چیز دیگه ضرورت داری؟ درباره قدرت، درباره بچیم برای می چیزی نگفتی. گفتی بچت؟ چنار تو برام یک وعده داده بودی. گفته بودی که قدرت بچه تو است. گفته بودی که تو را مادر خواد گفت. ما به وعده که برات داده بودم وفا کردم. قدرت مثل بچه خود دوست داشتم. قدرت بچه است. ما قصد ندارم که او را از تو بگیرم زهر. همه تو به زبان محمد گفتم بچیم، اما دیگه برد نمیگم. البته که او بچه تو است. حالا دیگه درباره بچت برم بگو. بچیم بسیار هوشیار است. بچه روشن فکر است ماشاءالله. به دانشگاه میره. ما و ترگوتم متوجه هر خواهشش هستیم. به خاطر تحصیلش هر کار که لازم بود انجام دادیم. نماندیم که کدام کم بودی است کنه. خداوند ازت راضی باشه. همراه بیادرش، همراه بچه کاکاش چطور است؟ همراه چتن و دخترها رابطش خوب است؟ البته که رابطه خوب دارن. ما اونا را مثل بچهای کاکانی، مثل برادرها کلان کردیم. اونا در یک خانه زندگی میکنن. اگر دست قدرت خون شوه باز چتنا میدوه. دخترها خو مثل پروانه در دورش میگردن. زنده باشی زهر. Vay 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 hay 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 Muhtar reis küyleyapti avg'an qo'shig'in buzyapti avg'anchasiga digi digi o'zbekchasiga viji viji hit bo'ldi bu digi digi hit qildi bu. چی شده؟ چی گپ است؟ پایین شو، دانشگاه رسید. قهرت به خاطر چی است؟ ما خونه گفتیم که مرا برسان. قدرت جان، کاکایم گفته بود حالا زود شو پایین شو. کاکایت گفت ها؟ گوش کو برای چی میگم رفیق. ما حیران هستم که تو چطور گپای پدر ما گوش میکنی. کلید موتر ما به خودم بده. حالا دیگه قدرت از موتر پایین شو. کاکایم از من راحت نساز. حالا چند روز میشه گم هستی؟ کجا هستی؟ در هر جا که محفل باشه قدرت همونجا می باشه. پس شما محفل بگیرین مرا دعوت کنین که بیایم.
قدرت درس چه وقت تمام میشه که من پشتت بیام؟ برو باز 6 بجه بیا. وای او بچی مقبول کی بود قدرت؟ راستش رانندیم است. از ترافیک استانبول خسته شدیم، از خاطر راننده گرفتیم. بریم دیگه. پدر بته برات چای بیارم. تیره باشه بچیم. پدر شما باید زیاد متوجه باشین. برو پرش کو. در چای پدرت کار نداشته باش. تو متوجه کار خود باش. درست است. بله. خیرت باشه ندیم. دایی صبح وقت چی گپ است؟ خیرت باشه باید تو بگویی که چی گپ است. زود باش بگو چی گپ شده. چند نفر آمده بودن از تو میپرسیدن و آدمای خوب معلوم نمیشدن. همراهشان اسلحه بود. مام جوابشان دادم گفتم نمیشناسم. چی میگی ندیم؟ نفهمیدی که اونا کی بودن؟ نپرسیدم. اما فکر میکنم که نامش ترگات بود. یکی از افرادش به همین نام صدایش کرد. ترگات گفتی؟ بله بیادر، آقا ترگات صدایش کرد. معلومه شد آدم کلانه است. خب دیگه بیادر همه قدر بود. خواستم که برات خبر بتم. خوب کردی ندیم. اگه باز آمدن برشون چیزو نگویی. ما هم چند دقیقه بعد اونجا میایم. خب دیگه به خدا مسپارمت. دور از وین بردی. با چشمای خودم دیدم. تو بیادرت از وین بردی. میرم با پلیسا کل چیزا میگم. باید جزایت ببینی. حادثه بود. ناخواسته شد. میگه حادثه بود. چاقو در قلب بیادرت داخل کردی. در مقابل چشمای مور از وین بردی. تو هم در اونجا بودی. فقط سیل میکردی نمیکردی. ببینین آقا خلیل، اتفاق هست که افتاده. حالا لطفاً کم آرام شوید که سر اصل موضوع با هم گپ بزنیم. میگی اصل موضوع؟ درباره چی میخوایی گپ بزنیم؟ چند دقیقه بعد به حوزه پلیس میرم. تو و شوهر بدبخت جزای خدا میبینین. آلت خانم گم شوید. فکر کنم بچه مریض است و به خاطر تداویش پول گزاف خواسته. درست است؟ من حاضر هستم تمام پولش بپردازم. هر قدر که خواسته باشی برای پول میدم. تو و بچه‌ت از این وضعیت نجات پیدا میکنی. اما میخوایم دهنت بسته نکنی. چیزی را که در قهوه‌خانه دیدی به هیچ کس نمیگی. همه نمیشه. ایتون نمیتونه. باید براتون بگویم که او زن بیگناه است. تو خائن بیادر اصلی خود از بین بردی ترگات. اگه حقیقت نگویم باز در زندگی عذاب وجدان خواهد داشتم. ما تصمیم خود گرفتیم. شما را یکم آرام نمیمانم فهمیدین؟ جزایت باز خواهد دیدی خائن. بچه تا چه قسم نجات میدی ها؟ اگه کل چیزا با پلیس بگویی باز دوای بچه از کجا پیدا میکنی؟ بیبی خلیل، در مقابل درد اولاد دیگه عذاب وجدان از کجا شد؟ معلوم میشه آدم هوشیاری هستی، اما حال در یک پله ترازو وجدان خودبانو در دیگهش بچه ده. یک بار دیگه هم فکر کن. باز وقت تصمیم خود بگی. یا از وجدان خود منصرف میشی
یا از بچگی. فقط تصمیم درست بگیر. پدر شما خوب هستین؟ بله خوب هستم. کم چرتی شده بودم بچم. چی میگفتی؟ دفتر کارم میگم. 1 سال میشه که با اونجا نامدین پدر. قسم فکرم نمیکنه. دزم اونجا دفتر بچه تست قدم های سر چشمای ما پدر جان. میفهمم بچم میفهمم. خداوند ازت راضی باشه. از شما پدر جان. اما ای بار با سونی لایتو نمیکنم. جشن 1 سالگی خودم میگیریم. باید وعده کنی به محفل ما میایی. درست است بچم. اما اونجا چای تیره باشه. ببینین دیگه شما کار ندارم. درست است؟ براتون چای تیره بیارم یا چای کم رنگ. بیا زود خانه از هر قسمه که خواسته باشی چای می نوشی. درست 20 سال میشه که اولادای من ندیدم. حالا یقدر نزدیک شدیم دیگه منتظر بودن نمیتونم. به هر قیمتی که شوه میرم اولادای من میبینم. میبخشین بیادر، میشه که برای یک تاکسی بخواین؟ همون تاکسی باشه خانمی که همراه آمده بود رسان به همون جایی که او رفت میرم. درست است خانم، تشویش نکنین، حلش میکنم. بیاز تاکسی از یک ایستگاه میخوایم خانم. ها بسیار خوب، تشکر. خواهش میکنم شما اونجا بشینین، من موتر میخوایم. خانم چنار موتر چند دقیقه بعد اینجا خواهد رسید. همون موتر است اما تو نیست؟ بله همون موتر است. ما پیش دروازه منتظر می باشم. لازم نیست، خودش خواهد رسید. درست است اما بازم بیرون می باشم. درست است. صبح بخیر عمر. صبح بخیر کاکای تریس. امروز نوخت کردی. تشویش نکن، روزنامه تو جدا کردی. تشکر. صبر کن برات میارم. اینجا بیا. کجا میری؟ پشت مایلاکو چی میخوایی؟ گفتم اینجا بیا. اعلام کو. گفتم میره فاروق. از دست تو خسته شدم چرا نمیفهمی؟ چی میگی ها؟ دیگه چی فرمایش داری خانم؟ بی اعصاب ما خراب نکن اگه نه بد خواد شد. تو چی خواد کردی؟ بازم لطه میکنی؟ آله خواد دیدی. چی است برادر؟ دست ما الاکو. چی میکنی؟ نمیشرمی که خانم ملت میکنی؟ در چی غرض ها؟ او خانمم است، هر کار خواسته باشو میکنم. نمیتونی، این شهر قانون داره، هر کاری که بخوایی نمیتونی. تو کی هستی که برام درس قانون میتی ها؟ وکیل هستی، قاضی هستی، کی هستی تو؟ وکیل هستم. حالا بهتری است که دست خانم ایلا کنی و اجازه بدی که بره. توبه ازش بپرس که جای برفتن داره یا نه؟ جای برفتن دارین؟ خانه خواهرم است. گوش کن فاروق چی میگم؟ تو نمیشرمی که هر روزی زنه در روی سرگلت میکنی؟ تو به کار ما غرض نداشته باش، برو به کار خود برد. ببین آقا فاروق، اگه از اینجا نری با پلیس زنگ میزنم و اونا شما را به اوضاع خود بردن. کارم هم رای تو خلاص نشده. میفهمم که باز به او خانه میایی، باز او وقت حسابی کارت خود دادی. حالا خواهر جان همراه ما بیاین.
بیاین اینجا بشینین. ایره بنوش دخترم. خداوندت راضی باشه. تشکر زنده باشین. موضوع چی است؟ چرا شوهرتان شما را لط میکرد؟ همیشه لط میکنه. این بار اولش نیست. ما دیگه خسته شدیم. دیگه نمیخوایم به او خانه برو. درست است. اما با این سادگی نمیشه. شوهرت باید تیره بفهمه که شما جدی هستین. بگیرین. این کارتم است. هر وقت خواسته باشین آمده میتونین. اما پیش ما یک لیره پولم نیست. چطور پولت بپردازم؟ تشویش نکن. من از شما هیچ چیز نمیخوایم. شما راست میگین؟ خداوندت راضی باشه بیادر. حالا به خانه برین خواهر جان. درست است؟ هر وقتی که وضعیتتان خوب بود با دفترم بیایین. باز تصمیم میگیریم که چی کنیم. فهمیدین؟ زنده باشین. بسیار زیاد تشکر. شما هم زنده باشین. حالا بچم تو برو، من متوجه خواهر میباشم. بیازمش ناسومش. زنده باشین کاکایتریس. روزنامه تا بگی. حالا برو بچم. ما را نشرمان پول نتیم. برو دیگه یک روز دیگه باز بده. خدا حافظ. فراموش نکنین که با دفتر ما بیایین. چطور فراموش کنم میتونم؟ البته که میایم. ما دیگه رفتم کاکایتریس. روزتان خوش. خدا یارت بچم. برو بخیر. بله پک. بازم صبح بخیر. صبح بخیر پک. جلسه محکمه امروز لغو شد. میخواستم بپرسم که چی وقت به دفتر میایی؟ از خانه بیرون شدی؟ همیالا برآمدم. تو چند دقیقه دیگه میرسم. درست است. یعنی که هر دوی ما یک جای به دفتر میرسیم. خب دیگه باز میبینیم. درست است. دختر نیک مرد خواب دیدی؟ دی صبح وقت چی کار داشتی؟ صبح تو هم بخیر خواهر جان. چرا تا آنو صبحانه تان آماده نشده؟ جانم تو به صبحانه خوردن آمده بودی؟ جانم اگه میفهمیدم که میایی باز میز جمع نمیکردم. درست است. فهمیدم که امروز خوب نیستی. سرم بسیار درد میکنه. هر قدر که به ترگت زنگ میزنم جواب نمیده. تو هم زیاد سرم فشار نیار. درست است؟ خواهر ازت میخواستم که نشانی و آدم یه خنقاق سفیده برم بدی. دنکا ضرورت پیدا خواد کدم. تو چی میگی یه خنقاق سفیده چی؟ مده چی حالت هستم تو ده چی حالت؟ اوف باندگه خواهر کم همرایم کمک کن. به خاطر که نمیفهم چی کنم. عمره خو میشناسی؟ بله میشناسم. او را چی شده؟ یعنی چی که چی شده؟ چند وقت بشه که با هم یک جای هستیم. بله یک جا هستین. با هم شریک هستین. حتما ایره میخوایی بگویی. آی خواهر مذاق نکده که. مذاق چی دیگه؟ ده اینجا نه تخم از دختر نه مرغ است. عمر خو برای چیز نگفته. حتما عمر میشرمه دیگه. این مربوط من نمیشه. وقتی که نمیتونه بگویم من دیگه چی کنم ها؟ یعنی تو میخوایی برش بگویی؟ چرا نگویم خواهر؟ فکر نمیکنم که حالا دیگه بخوایم عمر از دست بتم. درست است پک درست است. هر کاری که میکنی بگو. من همیشه همراهت هستم. ایره خو میفهمی دلت که برش میگی یا برش انگشتر میتی. من همراهت هستم. یعنی که کمکم میکنین؟ بله البته که کمکت میکنم. هر وقت میفهمی همیشه همراهت میباشم. اما ازت میخوایم که امروز زیاد بالای فشار نیار. درست است؟ خواهر جانم. خب دیگه خداوند کارت برکت بده. گوش کن. هوش کرده باشی که امروز به مراسم بیادرت نری و ده خانه بشینی. شنیدی که چی گفتم؟ چطور امکان داره ارجمند؟ دهت یک روز بیادر من چطور تنها بانم؟ فقط که آقا چتن در تیم ملی کشور را پیدا کرده باشه. بله اما میفهمی که او ایران چقدر زحمت کشیده. گوش کن. اول باید بیادرت درست همراهیم گپ بزنه. درست است؟ دیروز همراهیم بسیار بدرویه کرد. تا وقتی که آدم نشده حق ندارین که نامش در این خانه بگیرین. فهمیدی؟ به خاطر چتن خدا ناراحت نمیکنم. تو را میگم. فهمیدی که چی گفتم؟ فهمیدم. آفرین. حالا دیگه میرم.
دخترم آماده شو که وقت میشه. 10 صبح وقت کجا میری دختر؟ کجا بریم دیگه مادر؟ با تمرینه چطور میری؟ چی گپ است که هر روز میرین؟ وقتی که از بیادر جدا شده نمیتونستی عروسی نمیکردی. مادر جان به تمرین مامایم میری؟ بله دخترم، مامایت منتظر ماست. غذای چطور میشه؟ خدا میفهمه که چی وقت پس میایین. غذا را آماده کردیم مادر جان، داداش است. هر وقت خواستین نوش جان کنی. خانه رام دیروز پاکاری کرده بودم، لازم نیست شما کار کنی. همه قدر؟ به ارجمند چی بگویم گپم من نشینید خیست رفت زنت. حالا دیگه دخترم بوتیتا بپوش. مادر لطفا درکم کنی. اگه مهم نمی بود نمیرفت و میرخم میفهم. دیگه چیزی رو نمیخوایم بشنوم. خانم خانه کسی هست که در خانه میشینه، هر دقیقه چکر نمیزنه دختر جان. ماشاءالله ببین جواب نمیده، حتی گپ مام گوش نمیکنه. بچه من هنوز کملتت میکنه، باز خود دیدی. خود دست سر دوباره زن. رسیدیم خواهر، همینجاست. من کم پیشتر پایین میشم. صبر کن جان مادر. بله اسما درست است، رسیدیم پیش دروازه هستیم، تو بیرون شو. درست است. حالا دیگه زود بیا جانم. خاله جان جان خاله، شما کجا بودین؟ یک ساعت است منتظرتان هستم. اسما سحر خدایا من چی کردم؟ فکر کنم کسی نام ما را صدا کرد. به گوش مام صدا آمد، اما بیبی کسی نیست. حالا دیگه بریم اگر اینا وقت میشه. تشویش نکن جانم، میرسی. کارایت بسیار مقبول است.
شوین که شما رو برسانم. تشکر. بیاز جایی که میریم بسیار نزدیک است. درست است، هر قسمت که خواسته باشین. راستی چی وقت به دفتر میایی اسما جان؟ یازنیم گفت که امروز شروع میکنی. بخیر. با کاکایم گفتم که فردا میایم. حتما کاکایم اشتباه کرده. درست است، کدام مشکل نیست. اما فردا که میامدی باز میشه که لباسهای درست بپوشی لطفا. میفهمی که نباید همراه مشتریای ما این قسم روبرو شوی. به هر صورت فردا باز میبینیم. بای. شنیده که چی گفت خواهر؟ باید بسیار لباسای مقبول بپوشم. من این قسم نمیمانم سحر. اسما او دختر کدام نیت بد نداشت. باندگه اگه سر صدا کنین باز کاکای من قهر خواد شد. برات گفته باشم. تمامش به خاطر این است که بالای گپای کاکایم گپ زدن نمیتونم. اگه برش میگفتم که نمیخوایم امروز پک کار کنم مجبور نبودم که فردا به او دفتر برم. قسم نگو. فکر میکنی کاکایم بدیت میخواسته؟ به خاطر که پیش کس دیگه نری کار کرد. آی خواهر، این سادگی و نیت صاف تو انسان عصبانی میسازه. همین کافی نیست که در خانه کاکایم زندگی میکنیم؟ فکر نمیکنین که باید خودمون تصمیم خود بگیریم؟ ساده خو نیست اسما. چیزی که از دستمون میامد انجام دادیم اما میبینی که نمیشه. نه خیر سحر، ما هنوز کاری نکردیم. وقتی از لندن مشتری خدا گرفته دوباره پس آمدم سحر. وقتی که خدا به همگی ثابت ساختم باز وقت کاکایم برام هیچ چیزی گفتن نمیتونه. با کاکایم چی خود گفتی؟ او اجازه میده که بری؟ ما تصمیم خدا گرفتیم. البته کاکایم برام اجازه میده. درست است، تو بهتر میفهمی. هر قسمه که خواسته باشی. اما من نمیخوایم که ما را رها کرده بری. اوه خدا، چقدر نفر زیاد است. اوف، اونجا بریم جان خاله. خوش آمدی گودیگک. صبحانه خورده بودی؟ بله خوردم، تشویش نکن. خوب است شکم گشنه فوتبال نمیشه. چطور؟ بچه خواهر چقدر کلان شده یک تانه. خواهر جان ببینین او مربی ماست. همون که لباسش فرق داره؟ بله. اوف بسیار هیجانی هستم، دست پای میلرزه. اگه مرا انتخاب کنن پولدار خواد شدیم، پولدار. به خدا بسیار مشهور خواد شدم خواهر جان. انشالله. درست است، آرام باش بیادر. بیبی تو بیجوره هستی بیادر، فهمیدی؟ وقتی که تو انتخاب نکنن باز کی انتخاب خواد کردن؟ اینقدر مبالغه نکن خواهر جان. مبالغه نمیکنه، البته که بیجوره هستی از او هم کردن تیستر میدوید جانه. خواهر جان میخوایم یک چیز براتون بگویم. از برکت شما حرکات جدید فوتبال خاط یاد گرفتم. من دیگه چیزی را نمیفهمم. بی زیاد گپ نزن، دعای تبخان درست است جانه. درست. بدون دعا شروع نکنی.
درست است، تشویش نکن. اگر دوای شما همراهیم باشه کامیاب میشم. چاتر ما باید برم، شما برام دعا کنین. راستی اونجا بشینین، از نزدیک مرا تماشا کنین. قندولک مامای خواهد با مامای یک ماچ بده. حالا شما اونجا بشینین.